اینها را تعقیب میکردم، دیدم که برادر گرامی ما شیخ بزرگوار استاد محترم که از کشور تاجیکستان، ما باید در حقیقت اولا افتخار بکنیم به این نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی برادر ما را برای ما و شما عطا کرده در کشور تاجیکستان، در کشوری که واقعیت انسان گریهش میگیره که در رو طور یک کشوری طور یک شخصیت برای ما نصیب کرده. و دیدم که با این چه رقم رویه شد، رفتار شد، در حقیقت برای دعوتگران ما خوب نبود که چنین رفتار رویه بکنن. خیلی جگرخون شدیم و جناب محترم استاد ابو عمر که خیلی تلاش میکنن در رابطه با بیان حق، و شیخ ابو محمد مدنی واقعیت که یک عالم مبارز مجاهد، کسی که همیشه میبینیم تعقیب کردیم که مبارزش با شرک و طاغوت و خرافات و بدعت ها می باشد. الحمدلله. دوستان نهایت عزیز، ما در رابطه با آیه قرآن کریم که در سوره الطارق الله متعال برای ما و شما بیان کرده است، بسم الله الرحمن الرحیم، یوم تبلی السرائر، در روزی که رازهای پنهان آشکار میگردد، در روزی که اعمال و اقوالی که انسانها آن را پنهان میکنند آن روز آشکار میشد. یعنی اعمال ما، اقوال ما و عقایدی که انسان در دنیا او را پنهان میکند، الله سبحانه و تعالی در آن روز از همه آن پرده می. و الله متعال برای تمام برادران و خواهران عزیز ما توفیق این را نصیب بکنند که از هیچ کسی هراس نداشته باشند، در بیان حق هرگز از کسی هراس نداشته باشند، نه از دولت نه از هیچ کسی. از زمانی که دعوت به توحید آغاز شده که همانا از زمان نوح علیه السلام است که همونطور جانها فدا شده، سرها فدا شده، و ما هم به خاک پای رسول الله نمیارزیم چی برسد برای انبیا علیهم السلام.